ایمان تو مخفی نکن، نور تو مخفی نکن، نور تو به دنیای تاریکی ببر، با مردم دنیا ارتباط بگیرید. فکر نکنید ما با بقیه فرق میکنیم. ما خداوند یه مکاشفه‌ای برای من و تو کرد، متوجه شدیم که عیسی خداونده و از این به بعد عیسی ما را خونده که نور جهان باشیم. فکر نکنید که ما با بقیه فرق میکنیم. خودتون رو از مردم دنیا بهتر ندونید. خودتون رو از مردمی که توی دنیا افتادن و بیخبر از حقیقت هستن قایم نکنید. عیسی گفت مگر میشه شهری که بر کوهی بنا شده پنهان کرد؟ چراغ رو زیر بالای سرپوش نمیذارن، قایم نمیکنن، مخفی نمیکنن. عیسی گفت شما نور جهان هستید. عیسی گفت شما شاهدان من هستید. ارتباط بگیرید با مردم، خودتون رو مخفی نکنید. دلتون رو به این خوش نکنید که یک شنبه به کلیسا میرید 4 تا هللویا میگید و بعد میاد میگید برادر من نورمو تو کلیسا میبرم. کلیسا اصلا نیازی به نور نداره. کلیسا خودش نور جهانه. نور تو زمانی دیده میشه و تاثیر میذاره که ببریش توی دنیای تاریکی. عیسی با مردم فقیر، بدبخت، معتاد، زندانی، اسیر ارتباط میگرفت. چرا؟ به قول پولس میگفت وقتی یهودی میدیدم مثل یهودی میشدم، وقتی بی خدا میدیدم مثل بی خدا میشدم. چرا؟ فقط به خاطر اینکه همه آنها را به سمت خداوند عیسی مسیح تشویق کنه که نجات پیدا بکنن. نورتو قایم نکن، خودتو مخفی نکن و خودتو از بقیه بهتر ندون. فروتن باش همچون عیسی مسیح.